بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. صدای سلامت، طب نیاگام. سلام علیکم شنوندگان عزیزی رادیو مهر. محمد حکیم هستم، محقق طب نیاگام از استودیوی رادیو مهر در خدمت شما هستم. بخش صدای سلامتی رادیو مهر قصد دارد در سلسله برنامه‌هایی به نام خاصیت‌های شفابخش عسل با شما همراه باشد. شنوندگان عزیزی رادیو مهر، به برنامه خاصیت‌های شفابخش عسل خوش آمدید. امیدوارم زندگی شیرینی داشته باشید. ما در این سلسله برنامه قصد داریم اول کمی در رابطه با عسل صحبت کنیم و یکی از درمان‌های آن را برای شما بگوییم. میام از شهر عشق و کول بار من غزل، پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل. عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر پر انرژی است که از قرنها پیش به عنوان عالی‌ترین و مقوی‌ترین غذا شناخته شده و همچنین به واسطه ویژگی‌های شفابخش خود به عنوان دارو و درمان اکثر بیماری‌ها در بین تمام ملل کاربرد داشته است. ماده اصلی آن شهد گل‌ها و گیاهان معطر و شفابخش است که توسط زنبور عسل پس از مکیدن ساخته شده و به عنوان یک غذای خوشمزه و کامل در دسترس انسان قرار می‌گیرد. عسل یک شیرین کننده چسبناک است که به طور طبیعی توسط زنبورها برای تغذیه شخصیشان استفاده می شود. تهیه عسل از چرخش زنبورها به دور گلها شروع می شود. آنها در همین حال شهد گلها را در دهان خود جمع می کنند. شهد گلها با آنزیمی مخصوصی که در بزاق دهان زنبور وجود دارد ترکیب شده و طی یک فرایند شیمیایی تبدیل به عسل می شود. زنبورها عسل را به داخل کندو می برند و آن را درون حفره ها و دیواره های هر شبکه از کندو ذخیره می کنند. ارتعاشی که از بال زدن آنها ایجاد می شود کار تهویه را انجام داده و موجب می شود رطوبت بیش از اندازه آن از بین رفته و آماده مصرف گردد. عسل در محدوده رنگ های متفاوتی از جمله سفید، کبود، کریشنی و تقریبا سیاه درست می شود. طعم و حالت آن به شهد گل‌هایی که عسل از آن تهیه می شود بستگی دارد. بیشتر زنبورهای عسل از شهد گل‌های شبدر، یونجه، خلنک و آقاقیا درست می کنند. اما می توان گفت که عسل از گل‌های متفاوت از جمله سنبل و آویشن نیز می توان گرفته شود. عسل یکی از هدیه‌های ارزنده و پرارزش خداوند برای ما انسان هاست. در قرآن کریم از آن به عنوان فی شفاء للناس، شفای مردم در آن است یاد می کند و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خیش بنابر روایات و احادیث متعددی که
از آن استفاده نمودیم، خواص شفابخش آن را در درمان انواع بیماری ها یادآور شدند. در آن زمان علمی به نام تغذیه وجود نداشت، ولی با بینایی کامل خواص غذایی و دارویی عسل را بیان نموده و مردم را در این زمینه آگاه کردند. سخنان پیامبر اسلام در رابطه با تحقیقات امروزه نشان می‌دهد که تطابق کامل بین آنها وجود دارد و تضادی بین آنها نیست. روی همین اصل است که عقیده داریم پیشوایان مذهبی ما عالم به همه علوم باشند، مانند بوعلی سینا و علمای دیگر. عسل و درمان‌های ساده. درمان تقویت معده. روش‌های درمان. برای تقویت معده چند روش وجود دارد. روش اول، با آرد گندم و عسل و زعفران حلوا درست کرده و میل نمایید که برای تقویت معده بسیار مفید می باشد. روش دیگر، ریشه و برگ تازه کرفس را کوبیده و با مقدار کافی عسل مخلوط نموده و روزی 3 بار هر وعده 1 قاشق مرباخوری بعد از غذا میل نمایید. به سالمندان توصیه می شود که اگر می خواهند شیر در معده آنها سریعتر هضم شود، آن را با عسل بخورند. درمان نفخ معده. درمان نفخ معده و یا باد شکم، روغن زرد یا همان مسکه را با عسل مخلوط کرده و میل کنید که برای نفخ معده بسیار مفید است. 1 قاشقچه مرباخوری پودر زنیان با 1 استکان عسل مخلوط نموده و بعد از هر وعده غذایی 1 قاشق چایخوری از آن را میل کنید. روش دیگر برای درمان نفخ معده این است: 15 گرم تخم کرفس را با 10 گرم بادیان یا رازیانه و 10 گرم زنیان همه را نرم کوبیده و با 250 گرم عسل مخلوط کنید و هر روز 3 قاشقچه مرباخوری بعد از هر غذا میل نمایید. عزیزان شنونده، امیدوارم از برنامه ما خوشتان آمده باشد. اگر سوال یا نظری دارید برای ما بفرستید. سوالات و نظرات شما باعث خوشحالی ما می شود. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90
531